بسم الله الرحمن الرحیم. امروز قراره به بهانه یاد گرفتن یکی از مسائل تحقیق در عملیات یکم بیشتر آشنا بشیم با روابط ماتریسی و یکم بتونیم راحت‌تر درکش کنیم این مبحث رو. ما سوال داریم، یه همچین چیزی به ما داده و از ما خواسته که یک چیزی رو محاسبه کنیم. چی رو محاسبه کنیم؟ گفته که آقا من یه نقطه‌ای دارم، بهم یه نقطه‌ای داده، گفته که من توی جواب x2 مساوی 8 و s1 مساوی 3 چه تابلویی دارم؟ تابلوی نهایی رو از من میخوام. اوکیه؟ در قدم اول بریم یه کاری رو انجام بدیم، یه کاری رو سریع انجام بدیم که داشته باشیم، بعد بریم سراغ روابط. خب من چند تا محدودیت دارم آقا؟ یکی اینجا دارم، یکی هم اینجا دارم دیگه، کلا 2 تا محدودیت دارم. پس 100% توی تابلویی که من دارم جز زد من که حالا هم بالا میتونید بنویسید هم پایین، به جز زد من فقط 2 تا دونه اینجا جا میگیره که در قدم اول اینها چیان؟ همون محدودیت های من، اس های من. تا اینجا اوکیه؟ پس من یه چیزی رو فهمیدم، این که من توی جواب پایم، توی ستون پایم فقط 2 تا دونه مقداردار میتونم داشته باشم و اون 2 تا رو دارم، x2 و s1. پس منطقاً x1 من میشه 0، s2 منم میشه 0. قبل از اینکه من برم سراغ این که شروع کنم تابلو رو کشیدن، یک کار دیگه هم باید انجام بدم، کاری که برای سیمپلکس تجدید نظر شده هم انجام میدادیم. میومدیم محدودیتامون رو در قدم اول استاندارد میکردیم. بریم انجامش بدیم. شما قبول دارید که این میشه x1 به علاوه x2، چون که بزرگتر مساویه من باید یه چیزی ازش کم کنم، منهای s1 میکنم به علاوه یه آری میکنم دیگه. اینو که قبول دارید میشه مساوی 5. ببخشید. و پایینیش که ساده تره دیگه، پایینیش میشه 2x1 به علاوه x2، چون که کوچکتر مساویه باید یه چیزی بهش اضافه کنم، s2 میشه مساوی 8. تا اینجا که چیزی نداشت، مشکلی هم نداشت. خب بریم ببینیم که آقا من چطوری میتونم الان با کمک اطلاعاتی که دارم یه تابلو بکشم. در قدم اول که میخوایم تابلو رو رسم کنیم، که من زیاد خط راستم خوب نیست ولی خب میکشیم، با یه رنگ دیگه هم بکشیم که تو چشم‌تر باشه یکم، مثلا با این. من میخوام یه تابلو بکشم آقا. تابلو من چه بخشایی داره؟ زدم و مهم نیست بالا بکشم یا پایین. حالا من به روش دکتر ایوب مینویسم و پایین مینویسم. اوکیه؟ بالا هم بنویسید قرار نیست کسی بگه که چرا بالا نوشتین. بعضیا بالا مینویسن، بعضیا پایین مینویسن. یکی زد دارم، اینجا 2 تا چیز مختلف دارم. چه چیزایی دارم؟ کاملا آقا منطقیه. من اینجا مقدار دارم، پس 100% اینجا هم همین مقدار رو دارم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من الان با مشکی بخوام اینجا رو دیگه پر کنیم، اینجا یه x2 دارم، اینجا یه s1 دارم. تا اینجا هم اوکیه؟ یه دونم خط اینجا میکشیم. حالا ما قراره بقیهش رو پر کنیم، بقیه چیزایی که هستن رو پر کنیم. قراره از چندین راه این کار رو انجام بدیم که درک کنیم که داریم چی کار میکنیم. در قدم اول من اینجا رو مینویسم، میگم این x1، این x2، اینم s1، اینم s2. تا اینجا اوکیه. اینم که جوابمه، اینم که بیسیک یا پایه من. تا اینجا اوکیه. آقا من میام یه سری از این کارا رو انجام میدم، یه سری جایگذاری ها میکنم که یه نکته کنکوریومو بلد شیم. این که آقا من جایگذاری اولیه رو چجوری میتونم انجام بدم؟ یک سری جایگذاری چون کاملا معلومه رو اول انجام بدیم، بعدش بریم سراغ این که ببینیم هر کدومو چجوری به دست میاریم.
آقا جواب من مگه 8 و 3 نیست اینجا؟ پس من 8 و 3 رو پایین می نویسم دیگه. 8 و 3 میریم توی تابع هدف. آقا تابع هدف من S1 چنده؟ S1 صفره. خب من اینو ضرب در صفر کنم میشه صفر. x2 چنده؟ x2 منفی 3. من اگر این دوتا رو با هم ضربشون کنم میشه منفی 24. پس جواب منم پیدا میشه. من همه این مقدارامو برمیدارم میذارم توی تابع هدفم. پس اینم مشکلی نداره آقا. جواب منم کاملا معلومه که میشه منفی 24. چیز دیگه ای که دارم چیه؟ بچه ها توی قسمت Z چیزهایی که اینجا جواب دارن اینجا صفرن. یعنی چی؟ یعنی آقا مگه x2 من جواب نداره؟ x2 من اینجا صفره. مگه s1 من جواب نداره؟ اینجا s1 منم صفره. من تا اینجا هم فهمیدم. خب مانی خیلی چیزا رو یاد گرفتیم. حالا بریم سراغ اینکه روابط رو ببینیم. نه ما یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم. بچه‌ها همیشه خدا زمانی که دو تا دونه متغیر یکسان به هم برخورد میکنن باید اون ستون یکه بشه. این یه قانونه. همیشه باید ستون و ردیف مشابهی که به هم برخورد میکنه یکه بشه. الان آقا اینجا x2 و x2 به هم برخورد کردن. پس اینجا من یه یک دارم یه صفر دارم. چرا؟ چون که x2 و x2 باید بشن یک و باقی صفر. این یه قانونه. قانونو داشته باشین. خب املاشو یه بار میگم اگه میخوایم بنویسید. همیشه ستون محل برخورد دو متغیر یکسان باید یکه شود. اوکیه؟ دوباره اینجا من S1 هم به S1 هم میخوره. حالا چون حالا پاک کن بود معلوم نشد. S1 هم به S1 هم میخوره. اینجا میشه یک، اینجا میشه صفر. پس من بدون اینکه هیچ رابطه‌ای بدونم نگاه کنید چقدرشو در آوردم و نوشتم. حالا بریم آقا شروع کنیم توضیح دادن چیزهای مختلف. بچه‌ها برمیگردیم به 2 تا ویدیو قبلتر. من میگم که من اینورس معکوس یه ماتریس رو برای چی انجام میدادم؟ برای اینکه تأثیر اون ماتریس خنثاشه. تا اینجا رو قبول دارین؟ یعنی میومدم چیکار میکردم؟ میومدم میگفتم آقا من 5 تا نون دارم، 2 تا دونه نون رو ور میدارم، بعد میام اینورسش رو بهش اضافه میکنم، یه جورایی میگم 2 تا دونه نون دوباره اضافه میکنم، تأثیر همو خنثی میکنن. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم آقا من میخوام الان یه کاری انجام بدم. میخوام بگم که آقا x2 من و s1 من الان توی جوابن. اینها یه تأثیری باید بذارن توی ماتریس من، توی تابع من. این تأثیر رو کجا باید بذارن؟ آقا من وقتی که میگم من 5 تا نون دارم درباره چی حرف میزنم؟ دارم درباره یه متغیر حرف میزنم یا یه محدودیت؟ 100% دارم درباره یه محدودیت حرف میزنم دیگه. پس من هر تأثیری روی این محدودیتم بذارم در نهایت محدودیت منه که باید تغییر بکنه. محدودیت من تغییر میکنه. حالا بگیم آقا یعنی چی؟ یعنی این که من وقتی که میام جوابای خودم رو میذارم اینجا، عوضش میکنم، پایم رو تغییر میدم، چه چیزیم تغییر میکنه؟ محدودیت من. چرا محدودیت من تغییر میکنه؟ برای اینکه وقتی که من میگم x2 رو بذارم اینجا یعنی دارم از x2 هم استفاده میکنم. x2 من یک سری منابع میبره. آقا اینجا رو نگاه کن، یک سری منابع میبره هر یه دونه x2 من. پس یه منبع من صفر میشه، یه منبع من تغییر میکنه جاش، یه منبع من کم و زیاد میشه، پس منبع من تغییر میکنه. تا اینجا رو فهمیدیم؟ پس من
اگر بخوام یه تغییری رو ایجاد کنم اینجاست که تغییر میکنه. تغییر در اینجا باعث میشه تمام سیمپلکس من تغییر کنه. حالا من تغییر اینو چجوری اعمال میکنم؟ آقا قبول دارید من اینو الان رفتم وارد کردم اینجا دیگه؟ میگه ما آقا قبول داریم، اینو از اینجا برداشتید وارد کردید. اینم حالا یا بوده یا نبوده، در هر صورت وارد شده یا وارد نشده، از اول بوده، در صورت الان در حال حاضر هست. حالا من میام چیکار میکنم؟ میگم آقا من میخوام تأثیر این دوتا رو اعمالشون کنم. چجوری میتونم تأثیر این دوتا رو اعمالشون کنم؟ یه حالت برعکسی داره دیگه. یعنی میگم آقا در حال حاضر ما یه ماتریس A داریم که این ساکنه، اصلا حرکت نمیکنه. من برای اینکه بخوام تأثیر بدم اینو چیکار میکنم؟ ضرب در آ اینورسش میکنم. پس برای اینکه بخوام اینجا تغییر ایجاد کنم میام تأثیر این دوتا رو اعمال میکنم. با چه کاری اعمال میکنم؟ میگم الان ساکنن، همونطور که ما میایم ضرب در اینورس میکنیم ساکن میشه. وقتی هم که ساکنه ضرب در اینورسش کنیم باید یه تأثیر روش پیدا کنه دیگه. چی میشه؟ اینجا میشه اینورس ماتریسی که این دوتا میسازن. حالا میگیم چجوری این دوتا ماتریس رو میسازن، ولی تا اینجا رو من فهمیدم. پس اونجا میشه اینورس این دوتا ماتریس. حالا من یک بار مینویسمش، بعد میگم چجوری این تغییر اعمال شده. میگم آقا x2 من در محدودیت هم چه عددی داشته؟ بذارید این یکی هم پاکش کنم که گمراه کننده نباشه. در محدودیت هم چه عددی داشته؟ آقا کاری نداره، اینجا رو نگاه میکنم 1 و 1 داشته. تمام، 1 و 1. S1 من چی؟ اگر من اینجا بخوام S1 رو حساب کنم اینجا مقدار داره، میگیم بله. اینجا مقدار داره، میگیم خیر. پس میشه 1 و 0؟ نه، 1 و 0 نمیشه. چرا نمیشه آقا؟ چرا نمیشه آقا؟ باید همیشه حواسمون به این باشه که وقتی محدودیت من بزرگتر مساویه باعث میشه صفر من اینجا منفی در بیاد. پس من حواسم باشه که صفر من اینجا منفی در میاد بچه ها. میشه منفی 1 و 0. اوکیه؟ حالا میگم که آقا x و s1 من، x2 و s1 من چی رو تشکیل میدن با هم؟ میگیم آقا 1 و 1 و منفی 1 و 0. معکوس کردن اینها برای کسی که ویدیو ماتریس رو دیده آب خوردنه. میگه ماتریس 2x2 ماتریس 2x2 که کاری نداره معکوس کردنش. بریم یه بار با هم انجام بدیم. میگیم که آقا 1 به روی دترمینالمون چنده؟ 1 ضرب در 0 0 منهای منفی 1 ضرب در 1 که میشه منفی 1 منفی 1 هم که میشه مثبت 1. تمام، من به جوابم رسیدم. دترمینال من توی این تابع میشه مثبت 1. 1 یکم هم که خودش همون 1 دیگه، یعنی 1 تقسیم بر دترمینال هم میشه 1. پس تاثیرش از بین میره. تنها کاری که کافیه بکنم چیه؟ اینه که بیام این ماتریس 2x2 رو بردارم، جای این دوتا رو با هم عوض کنم، میشه 0 و 1. این دوتا هم ضرب در منفی 1 کنم که میشه 1 و منفی 1. این شد بی اینورس من. حالا میگیم ماتریس ایه و میگیم این بی اینورس منه. تمام، اصلا دیگه نمیریم سراغش، دربارش حرف نمیزنیم آقا. من بی اینورس هم پیدا کردم. حالا این بی اینورس چی میگه؟ میگه آقا تو از یه سری قدرتی که داشتی استفاده کردی و اونو اعمال کردی. قبول داری؟ اون قدرت کجا خودشو نشون میده؟ اینجا. میگی من از x2 و s1 هم استفاده کردم. استفاده کردم. وقتی که من از این استفاده کردم اینجا باید چیه من باشه؟ باقی مونده من دیگه.
اون چیزی که مونده. خب اوکی آقا، پس مشکلی نیست. میگم که من اینجا اینورس رو مینویسم، چون که این اینورسه زمانی که ضرب بشه به اون چیزی که استفاده کردیم تاثیرش رو از دست میده. خب من اینو که درست کردم، این S1 اینم S2. آره خیر، این آره. حله. چرا آره؟ برای اینکه من در قدم اول که میخوام اینو درست کنم با چه چیزایی مواجهم توی اینجا؟ به جای x2 x1 با r و s2 مواجهم. تا اینجا هم اوکیه؟ خب من الان تاثیر این r رو چجوری از بین ببرم؟ کاری نداره آقا. آره من مثبت اسم منفیه، دوباره اینو ضرب در منفی 1 میکنیم که باز میشه همون 1. اینجا هم که میشه 1 و 1. تمام. من این یکی رو هم به دست آوردم. اینجا برای من میشه اینورسی که این دوتا ایجاد میکنن. خب بریم آقا برای کار بعدی. کار بعدی چیه؟ حساب کردن باقیش دیگه. حالا بذارید یه چیز جالب بهتون نشون بدم. این بی اینورس من ضرب در هر چیز اولیه‌ای که بشه چی رو به من میده؟ تأثیری که استفاده کردن میذاره روش، همون باقی مونده رو به همون میده. یعنی چی؟ یعنی آقا من همین الان میام S2 رو حساب میکنم، میام میگم که اینم اینورسه، میام میگم که بی اینورس من ضرب در S2 اولیه چی میشه آقا؟ چی میشه آقا؟ نمیدونم چرا این افته تو دهنم 2 روزه. خب بی اینورس هم که ساده است چیه آقا؟ میگیم که 0 1 منفی 1 و 1. S2 من چی بودش؟ S2 من هم که اینجاست دیگه. اینجا 0 اینجا 1. اینجا رو نگاه کنید. آره اینجا 0 اونجا 1. 0 و 1. فقط کافیه یه ضرب انجام بدیم. چی میشه؟ میشه 0 0 تا 0 تا 1 1 1. اینو مینویسیم. بعدیش منفی 1 ضرب در 0 0 1 1 1. تمام. من رسیدم به S2 جدیدم. S2 جدیدم کجاست؟ دقیقا همینجاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه من بیام بی اینورس رو بخوام توی تاثیرش رو توی S2 پیدا کنم، به همین راحتی میتونم این کار رو انجام بدم. آقا میگی نه، بریم سراغ x2 ببینیم چی میشه. چیزایی که قبلا به دست آوردیم و مطمئنیم درسته دیگه. x2 من چند بود؟ 1 و 1. مینویسم اینجا، مینویسم x2 من، ماتریس اینجا دوباره مینویسم 0 منفی 1 1 1. حواستون باشه بچه این بی اینورس منه، ربطی به این نداره ها. نیایم بگیم که من چون اینجا اینو مثبتش کردم، اینجا رو نگاه کن آقا، چون من اینجا اینو مثبتش کردم باید اونجا هم مثبت کنم. ربطی به هم ندارن. خب اینو ضرب در چی میکنیم؟ 1 و 1 دیگه. قبول دارین آقا؟ 0 1 1 1 1 هم که 1. این از این به همین راحتی. منفی 1 ضرب در 1 1 1 1 1. اینم میشه 0 دیگه. منفی 1 به علاوه 1. دقیقاً من همین رو اینجا دارم. هر چی که میخواین ضرب کنید آقا. بی اینورس هم ضرب در هر چیزی که عشقم بکشه بکنم اونجا از من پیدا میشه. حالا من میام که آقا من اینو ضرب در x1 هم میکنم. ای آدم زرنگ، اینجا x1 رو نداریم بابا، اینجا رو نگاه کن. اینجا x1 رو نداریم، من میام اینو ضرب در x1 هم میکنم، x1 هم پیدا میشه. به همین راحتی. میگم 0 منفی 1 1 1. اینم یکم بریم اینورتر چون خودمون رو زجر میدیم. x1 من چنده؟ x1 من هم اینجاست دیگه. 1 و 2. میگیم اینجا میذاریمش. میگیم اینجا میشه 1 اینجا میشه 2. ضربش میکنیم. کاری نداره ضرب کردن برای کسی که ماتریس میخونه. 0 ضرب در 1 که میشه 0. 1 ضرب در 2 میشه 2. اینجا من 2 رو مینویسم. این 2. دوباره میریم. منفی 1 ضرب در 1 منفی 1. 1 ضرب در 2 2. 2 منهای 1 1. تمام. من میام اینو ور میدارم و میذارم اینجا 2 و 1. چقدر قشنگ در اومد.
چقدر قشنگ در اومد. آقا من با خودم میگم که خب مانی این برای همه جا کار میکنه. میگم اتفاقا برای همه جا کار میکنه. یعنی چی برای همه جا کار میکنه؟ آقا بیایم ما اینم پاک کنیم، حتی یه مرحله بریم جلوتر، یه مرحله پیش بریم و بگیم آقا من بذارید رنگ اینو عوض کنم که دیده بشه، میخوام ببینید دقیقا. آقا اینجا رو نگاه کن، اینجا من یه سری محدودیت دارم، اینجا من یه سری محدودیت دارم. اوکیه؟ اینها در آینده میاد اینجا قرار میگیره دیگه. من وقتی که میخوام ماتریس اولیه‌مو رو بنویسم اینها رو هم دارم میذارم اینجا. من میخوام ببینم آقا توی جوابم اصلا چه اتفاقی میفته، توی جواب منم این تاثیرگذار هست یا نه. کاری نداره که برای امتحان کردنش من اینو برمی‌دارم ضرب در این میکنم، 58 ضرب در 58 میکنم. حساب کنیم ببینیم چی میشه. 0 ضرب در 5 که میشه 0، 1 ضرب در 8 میشه 8. من اینجا می‌نویسم 8. بریم بعدی رو در بیاریم. -1 ضرب در 5 میشه -5، اینم که میشه 8. 8 منهای 5 بچه‌ها 3. این جواب اینجا در اومد که بله، جواب اینجا به همین راحتی در میاد. پس من برای هر چیزی که دلم میخواد میتونم اینو حساب کنم. چی میمونه؟ یه چیز ریز میمونه. چرا من این کارو میکنم؟ پاکش کنم دیگه برای راحتی. یه چیز ریز میمونه آقا. 2 تا چیز من معلوم نیست چیه. چقدر گفتم چیزی. آشان نجفی آهنگ میگه این چیزی که من میخوام بگم یه چیز دیگه است. چه ربطی داشت من یه ذره سنگین باشه. این چی بود؟ این 2 بود و 1 دیگه. چون جوابو دارم با نهایت گردن کلفتی نگاه میکنم. بله. خب آقا من میخوام الان بیام ببینم سطح زیر زدمو که این پاکن بود، سطح زیر زدمو حساب کنم ببینم سطح زیر زد من چه شکلی میشه. 2 روش پیش میریم، یه روش کنکوری، یه روش هم منطقی، بریم ببینیم که آقا چرا دقیقاً این اتفاق میفته. اول بریم سراغ روش کنکوری خودمون. میگیم که آقا من میام به یک چیزی نگاه میکنم، میام میبینم که توی پایه من هر کدوم از اینها چی هن. با یه رنگ دیگه بنویسم که قاطی پاتی نشه. x1 من تو پایه من چنده؟ -5 بچه ها. x2 من توی پایه من چنده؟ -3 بچه ها. این دوتا هم که صفرن. قبول دارین؟ همین ولا رو سر اینجا میارم. x2 من -3 نبود میذارم، s1 هم مگه صفر نبود میذارم. تنها کاری که کافیه بکنید اینه که میخواین سطح زیر x1 رو به دست بیارید. فقط کافیه یه کار خیلی ریز انجام بدین. بگید آقا من اینو ضرب در این میکنم، اینم ضرب در این میکنم، با هم جمع میکنم، منهای این میکنم. یه بار بذارید بریم ببینیم چی میشه. -3 ضرب در 2 -6. به همین راحتی. 0 ضرب در 1 که میشه 0. منهای 5 بچه ها میشه چند؟ میشه -5. اینا میشه -1. الان برید در بیارید اینو، به جواب چند میرسید؟ همون -1. یعنی قرار نیست جوابش تغییری کنه. همین کارو مثلا الان با x2 انجام بدیم ببینیم 0 میشه یا نه. بچه ها -3 ضرب در 1 -3. 0 ضرب در 0 0. منهای 3 من چند میشه؟ میشه -3 و 0. همین کارو برای این که راحته، این که میگید 0 به علاوه 0 منهای 0 اصلا هیچ کاری نداره. برای s2 هم بین این کار انجام بدیم. آقا -3 ضرب در 1 -3. 0 ضرب در 1 0. منهای 0 خود -3. یعنی این جای منم میشه -3. برید حساب کنید. بذارید اینو بنویسم. تو آموزش قبلی 2 رو 3 نوشته بودم انقدر رفته بود روی مخم. بذارید اینجا اینو بنویسیم آقا ایشون 3 هستن. آره خوب شد. حالا سوال پیش میاد مانی همونطور که اون روشی که معکوسی که گفتی برای همه مصداق داشت و درست در می اومد، اینجا هم تو جوابم درست در میاد. میگم آقا بریم ببینیم.
بچه جواب من اول چیه؟ صفر دیگه، قبول دارین؟ یعنی در قدم اول جوابی که من داشتم صفره. میایم حساب میکنیم. 3 ضرب در منفی 3 ضرب در 8 منفی 24. صفر ضرب در 3 میشه صفر به علاوه صفر. منهای صفر همون میشه منفی 24. من اینو اینجا دارم که؟ بله ما اینو اینجا داریم. پس من اینجا به جواب این یکی هم رسیدم. کل تابلومو حساب کردم. اینجا جواب نهایی بنده است. خیر، جواب نهایی من نیست. چرا؟ چون من ماکسیموم دارم. آقا اینجا رو نگاه کن، من ماکسیموم دارم. وقتی ماکسیموم دارم اینجاها نباید منفی باشن که. من الان باید برم سراغ S2 هم واردش کنم جواب در بیارم که اونو دیگه شما از منم بهتر بلدین. این از این آقا. دیدین چقدر ساده بود؟ من روابط ماتریسی رو درک کردم. فهمیدم که وقتی که من اینورس دو متغیری که استفاده شدن اینجا، دو متغیری که استفاده شدن رو حساب میکنم و ضربشون میکنم بر هر کدوم از این ستونها، به هم میگه که اگر من از این دوتا متغیر استفاده بکنم بقیه اینا چه جوابی خواهند داشت. اوکی؟ میگم اوکی مانی، دمت هم گرم. این هم از این آقا. حالا یکی هست میگه که خب مانی این روش کنکوری بود، روش غیر کنکوریش چی میشه؟ میگم که روش غیر کنکوریش رو اگر بخوام براتون توضیح بدم یکم شاید طولانی بشه، ولی میگیم اشکال نداره. آقا میام چی میگم؟ میگم من در قدم اول میام دوباره همون کاری که تو جلسه پیش کردیم، سی بی ترانسپوز هم رو حساب میکنم. کاری نداره که آقا این دوتا رو من اینجا مگه ندارم؟ میگیم که آره آقا تو جواب گفته اینا هاست پس من دارم. خب فقط کافیه بیام اینا رو به جای اینکه این شکلی باشن بیام افقیشون کنم که میشه اگر این اولیه این دومی، اینجا این اولیه و این دومی، به همین راحتی. اینو که حساب کردم دیگه. الان تنها کاری که کافیه بکنم برای اینکه به جوابی که میخوام برسم چیه؟ بیام فرمول قبلیه رو یادتونه حساب میکردیم با هم. آقا یادتون بیاد میگفتیم که سی بی ترانسپوز چیه؟ ترانسپوز ضرب در بی اینورس ضرب در آی جی منهای سی جی دیگه. آقا اینو که قبول دارین؟ هایلایتر نداره، داشته باشم من بلد نیستم. اینو که قبول دارید آقا؟ پررنگ‌تر بدین. چیه خودم هم نمیدونم. اینو که قبول دارین؟ میگیم آره آقا قبول داریم. خب می‌نویسیم این دیگه. اگر اینو قبول داشته باشین که کاری نداره، زودتر میگفتید قبول دارید. می‌نویسیم آقا. میگیم اگر من بخوام زیر x1 رو مثلا حساب کنم باید چی کار کنم؟ میگم که آقا x1 من اگر بخوایم حساب کنیم چی میشد؟ همون میشد z x1 منهای c x1 که اگر بخوایم اونجوری حساب کنیم چی میشه؟ خیلی ساده. من اینو که دارم، میگیم منفی 3 و 0. اینم که دارم، میگم 0 منهای 1 و 1. AJ من چنده بچه ها؟ AJ من از کجا در می آوردم؟ از اینجا. آقا اینجا رو نگاه کن، از اینجا در می آوردم دیگه. میگفتم پشت x1 من توی محدودیتام چه چیزاییه؟ 1 و 2. میبینم اینجا می نویسم 1 و 2 منهای چی میکنم؟ منهای CJ من چی بود؟ توی تابع هدف x1 من چیه؟ به همین راحتی منهای 5 میکنم. حالا ببینیم چند میشه. میگیم که آقا اول من اینو حساب کنم، کاری نداره که. میگیم منفی 3 ضرب در 0 0 0 ضرب در منفی 1 0. پس اولیش میشه 0. دوباره بعدی منفی 3 ضرب در 1 منفی 3 0 ضرب در 1 0. پس این میشه منفی 3. این که تا اینجا اومد فقط جاشو عوض کرد. اینو ضرب در این یکی ماتریس هم میکنیم 1 و 2 که چه میشه؟ 0 ضرب در 1 0 منفی 3 ضرب در 2 منفی 6. اینو خط میزنیم مینویسیم منفی 6
و اینجا هم که میشه مثبت به علاوه 5 مساوی با منفی 1. تمام. اینجا حسابش کردیم. اینم از این. برای بقیه‌اش هم که دیگه خودتون در میارید. اگرم دیدید که من اومدم اینجا در بیارم به یه مشکلی خوردم، یه سوالی دارم، مانی من چیکار بکنم، میتونید توی ایمیلم بهم ایمیل بدید که تو پست قبلی گذاشتم، یا به تلگرامم پیام بدین. بگید که آقا من برم به مانی پیام بدم ببینم نظر مانی چیه. مانی هم خودش دانشجوه 100% شاید یه جایی هم اشتباه بکنه. 2083 این آیدی تلگرام منه. موفق باشین. باز هم از دکتر ایوب تشکر میکنم بابت اینکه اجازه اینو داد که من این ویدیو رو ضبط کنم و امیدوارم به بچه‌هایی که فردا با دکتر ایوب امتحان دارن موفق باشن در کارشون. دلم میخواد توی این کانال بیام بعدن یه ویدیو هم بذارم. اینم میخواین عکس بگیرید کل حساب کتاب با اینجا بچه. دلم میخواد بعدن بیام یه ویدیو بذارم و بگم که آیا من کل اینایی که خوندم به دردم میخوره؟ من میگم بله، خیلی به درد میخوره. حالا فعلا اینجا جاش نیست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که موفق باشین. خدا حافظ شما.